درود بر دوستان عزیز، به خصوص افغانهای محترم. امروز میخوام یه کوچولو با هم صحبت کنیم و یک مقدار درد و دل کنیم. شما در کشورتون یک سری قاتلان هستند که به حاکمیت رسیدن و فکر کنم درد ما رو بهتر بفهمید. این روزها مهاجرت شما بیش از اندازه شده به کشور ما، مخصوصا مشهد و شکم گنده خراسان از این مهاجرت شما بیش از اندازه حمایت کرده. دلیل بر این نیست که دلش به حال شما میسوزه. برگردیم به 1 سال قبل که یک افغانستانی حق خرید 1 دونه سیم کارت رو نداشت. بچه‌های شما حق تحصیل رو نداشتن، ولی الان تحصیل رایگان و حتی کد ملی میخواین بگیرید. دلیلش این نیست که به شما ارزش قائل شدن. شما پاره تن ما هستید. تاریخ و تمدن ما به هم گره خورده و اگر به یک افغانستانی بنده اهانت کنم، انگار به پدران، به تاریخ و تمدن خودم اهانت کردم. پس ذره‌ای فکر نکن. فقط میخوام به عنوان یک همزبان با هم صحبت کنیم و یک مقدار بعضی از نقطه‌های تاریخ رو روشن کنیم که ببینیم که چرا الان به شما ارزش قائل شدن، به خاطر چی؟ آیا میخوان واقعا شما زندگی بهتری داشته باشین یا دارن از شما به عنوان ابزار استفاده میکنن؟ و اگر این استفاده تموم شد، همونطور که شما جمهوری اسلامی رو میشناسی، از هر چیزی که استفاده میکنه تموم میشه، میندازتش دور. و میخواستم این رو به شما بگم که شکم گنده خراسان علم‌الهدی نقشه هایی کشیده برای رهبری، یا برای خودش یا برای اون داماد کودنش که شده رئیس جمهور، و اینها دارن با هم یک نقشه‌ای میریزن و روی رأی های شما با کد ملیتون حساب کردن. و الان که شما شدید برادر و نمیدونم چیه، اونها مال ما بودید. شما برادر ما هستید، خواهر ما هستید، پاره تن ما هستید، ولی اونها دارن از شما سوء استفاده میکنن. خوبی که به خاطر اینکه از شما به عنوان ابزار استفاده کنن انجام بشه خوبی نیست، اهانته، جسارته، توهینه. خواستم بهتون بگم که کنار قاتل نایستید. شما برای اینها هیچ ارزشی ندارید، فقط رأیتون هست، ولی 80 میلیون ملت هستیم ما. خشم این ملت وقتی صد رو بشکنه دیگه هیچ چیزی نمیتونه جلودارش باشه. ازتون خواهش میکنم آگاهانه حرکت کنید و کنار قاتل نایستید.